تا حالا به این فکر کردید که دنیا از نگاه یه عقاب سرسفید چه شکلیه؟ اونا میتونن از ارتفاعی که حتی فکرشو نمی‌کنید زمین رو با دقت زیر نظر بگیرن، اما این فقط یه بخش کوچیک از زندگی این موجودات شگفت‌انگیزه. بریم که یه نگاه به این پرنده سلطنتی بندازیم. عقاب سرسفید هم پرنده‌ای که همه به عنوان نماد ملی آمریکا میشناسیم. یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات دنیای طبیعت. این پرنده با بالهای گسترده و دید فوق‌العاده تسلط بی‌نظیر روی محیط داره و این پرنده به خاطر ویژگی‌هاش به شدت خاصه. یکی از چیزایی که همون اول توجه همه رو به این حیوان جلب میکنه ظاهر باشکوهشه. بالهای این پرنده بزرگ میتونن تا 2 متر گستردگی داشته باشن و این عملا انگار که یه هواپیما رو داری تو آسمون میبینی وقتی از بالا سر رد میشن. عقاب‌های سرسفید وقتی بال میزنن قدرتشون رو انگار دارن به رخ طبیعت میکشن، چون این قدرت بهشون اجازه میده تا ارتفاع خیلی خیلی بالا بتونن پرواز کنن. خب اینجا سوال پیش میاد که اصلا این حیوان چجوری میتونه از اون ارتفاع شکارش رو روی زمین ببینه؟ دید عقاب‌ها 4 تا 5 برابر بهتر از دید انسان هاست. این یعنی اونا میتونن از چند کیلومتر فاصله ماهی که توی آب پایینشون داره شنا میکنه رو میتونن ببینن. چشم‌های عقاب سرسفید طوریه که حتی توی تاریکی هم بتونه با بهترین جزئیات همه چیز رو ببینه. این پرنده خیلی متعهد هم شناخته میشه و معروفه به این که تا آخر عمرش رو با یک جفت زندگی میکنه. جفت‌های عقاب‌های سرسفید با هم لونه‌های مستحکم و قدرتمند و خوب میسازن و تمام سعیشون هم میکنن که این لونه‌ها خیلی بزرگ باشن و اینا هم طوری طراحی میکنن که بتونه چندین کیلوگرم وزن رو تحمل بکنه و تا سالهای سال هم مورد استفاده قرار بگیره. عقاب ماده بین 1 تا 3 تا تخم میذاره موقع تخم گذاری و هر دو والد از جوجهشون مراقبت میکنن تا زمانی که بتونه پرواز بکنه. این نشون میده که چقدر زندگی خانوادگی توی عقاب‌ها اهمیت داره. این پرنده ها از ماهی‌ها به عنوان غذای اصلیشون استفاده میکنن، اما شکارهای دیگه مثل پستاندارای کوچیک یا حیوانات کوچیک از دستشون در امان نیستن. خیلی وقتا هم پرنده ها رو شکار میکنن. اونا با سرعت خیلی بی‌نظیر از آسمون به سمت شکارشون شیرجه میزنن و قبل از اینکه شکار اصلا متوجه چیزی بشه و به خودش بیاد کار رو تموم میکنن. با چنگالای تیز و قدرتمندشون شکار رو میگیرن و به سمت لونه‌شون میبرن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا نماد ملی آمریکا شده این پرنده؟ این پرنده به خاطر ظاهر باوقارش و قدرت بی‌نظیری که داره نماد استقلال و قدرت و آزادیه. عقاب‌ها همیشه دارن تو بالاترین سطح آسمون پرواز میکنن و یه جوری بالاتر از همه چیز قرار دارن. این باعث میشه که مفهوم قدرت و کنترل بر محیط رو هم تداعی بکنن. در گذشته عقاب سرسفید به خاطر شکارهای بی‌رویه و غیرقانونی تو معرض انقراض قرار گرفته بود، اما با اقدام‌های محافظتی تعداد اونا دوباره رو به افزایشه. به خاطر همین موضوع هم خیلی از سازمان‌ها دارن تلاش میکنن تا این پرنده قدرتمند و بی‌نظیر دیگه در معرض انقراض قرار نگیره. نظر شما راجع به این پرنده چیه؟ به نظرتون عقاب سرسفید چه جذابیت‌ها و ویژگی‌های خاص دیگه‌ای داره که اینجا بهش اشاره نشد؟ داخل کامنت‌ها برام بگید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.